درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار و چون همیشگی در خدمت شما من مریم دولت و روانشناس و متخصص طب شرق و روانشفایی همکار من محمود شاه کبیر. موضوع امروزه ما یک موضوع خیلی عمده است. موضوعی که با آن نام برنامه ما پیوند است. احساس. گویا تا این وقت ما اطراف حسیات‌های گوناگون چیزهای گفته گذاشته بودیم. ما معین کرده بودیم که محبت چیست، حسد چیست، رشک چیست و دیگر احساس‌ها رو نیز تا اندازه مطرح کرده بودیم. ولی خود احساس در عمل چیست و آن چگونه نمودها دارد؟ در حیات انسان احساس چی مقامی دارد؟ و باز دیگر جنبه هایی هستند که در اطراف احساس گفتن لازم است و ما قرار دادیم که امروز این موضوع رو در بین بگذاریم و همراه محمود شاه آن رو از هر جانب یک نظری اندازیم و اندیشه های متخصصان و اندیشه های خود ما رو اینجا پیشکش شما نماییم. خوش میایم احساس اصلا اگر که از روی علم روانشناسی بگوییم در زبان تاجیکی احساس، حسیات، حس یک کلمه هستند یا یک سینونیم همدیگر هستند، ولی طبق علم روانشناسی حسیات، چوستو و ایموسی این هم در زبان تاجیکی احساسات است متاسفانه و از همدیگر فرق دارند. اینها هر دو یک چیز نیستند. حسیات عمیق مثلا محبت یا نفرت اینها مناسبت هستند. مناسبت انسان به حادثه، به انسان دیگری، به وضعیتی و خصوصیت دائمی دارد، خصوصیت دوام مدت دارد. مثلا یک نفر رو خیلی دور دراز میتواند دوست دارد. اگر محبت مادر به فرزند رو بگیریم این مهلت ندارد، یک محبت دور دراز به آخر است تا وقتی که این انسان ها زنده هستند و حتی حالت های می شود که بعد سر انسان محبت ها زنده میمونند و بزرگی گفته است که محبت از مرگ قوی تر است. یعنی محبت خیلی خیلی نیروی مدید دارد و اون حسیات است و احساسات دیگری هستند که آنها خصوصیت موقتی دارند و جایگیر شویشون هم خیلی سطحی است. مثلا رنجش، یک نفر از یک نفر می رنجد و این رنجش چقدر وقت دوام میکند تا اون وقتی که آنها آشتی شوند، تا اون وقتی شخص آزاردهنده از شخص آزرده عذر پرسد، دل رو یابد، رنجش از بین می رود. و هستن حالت هایی که رنجش اگر برای مثال خود رنجش رو گیریم میتواند اون ریشه پیدا کند، قوی شود و به احساسات دائمی تبدیل یابد به نفرت. اگر از بین همون رنجش برداشته نشود، کینه ها از بین نروند. یعنی این دو نمود حسیات به همدیگر تا اندازه گوی مانندند، ولی در اصل اگر که عمیق‌تر نگاه کنیم تفاوت‌های جدی دارند. ولی با هر کدام اینها مثلا اگر باز هم گیریم اینها باز در داخل خودشان باز هم تصنیف میشوند و از بس که این کار صرف روانشناسی و علمی است در داخل این سخت حالا ما سر اطراف زیاد اندیشه نمیرانیم و معین میکنیم شکل دیگر احساسات را. احساسات میتوانند فردی باشند، یعنی محبت دو نفر انسانی به انسانی، میتوانند کلکتیوی باشند. این کدام احساسات است؟ مثلا اگر محبت انسان به انسان این چیز انفرادی باشد، مناسبت انفرادی دو نفر باشد، رنجش، خرسند شدن، شادی کردن، یک لحظه خود را سعادتمند حس کردن، اینها اگر خصوصیت موقتی داشته باشند و میتوانند به گروه ها تعلق داشته باشند. مثلا روز توی است، این احساس کلکتیوی است. تمام اولاد خرسند میشوند، جمع میآیند، یار و دوستان خشتباران جمع میشوند و همه شادند، معمولا شدند که یک خانه آباد شد. این احساس کلکتیوی است، این سعادت کلکتیوی است، این شادی و شادمانی کلکتیوی است و بعضا می شود که از این دایره هم وسیع‌تر می رود. مثلا در داخل اولاد، در داخل دهه، محل، ما یک کلمه داریم که ما چندان دوستش نمی‌داریم، مثلا محلگرایی میگیم. آدمان افتخار میکنند که از محل آنها شخصی برآمند مثلا تولد شد و به دنیای کلان رفت. مثلا همشهریای مثلا لایق بزرگوار میتونن این رو همیشه بگن که لایق از درفشان است، از پنجکین است، یا که رودکی مثلا زادگاهش کجا است. این یک افتخار است، این هم احساس است و این احساس است که
خصوصیت کلکتیوی دارد و از این مثلا از موفقیت یک نفری که از این در این سرزمین بزرگ شده است دیگران هم نیرو میگیرند و از بس که نیروی مثبت است آنها میتوانند پیشرو شوند رشد کنند. مثلا ما میدونیم که از منطقه زرافشان شاعران خیلی زیادند، اهل قلم ایجادکاران خیلی زیادند و شاید یکی از سبب‌هایش آن باشد که در این دیار رودکی به دنیا آمده بود زمانی 1000 سال پیش و همین محبتی که بر رودکی دارند حس افتخارشان باعث آن میشود که آنها نیز قلم به دست میگیرند و همین بخش سرشتشان بیشتر رشد میکنند. آنها به ایجاد داده میشوند، به قلم محبت زیاد دارند، سر آن گوش میکنند، بیشتر کار کنند. این هم احساس از حس افتخار است از یک نفر، این احساس کلکتیوی است. اگر بلندتر رویم حس وطن پرستی پیدا میشود. اگر از محل بیرون برویم ما میگیم تاجیکستانی من و در دل ما یک حس عجیب پیدا می شود، حس افتخار، یک نیروی عجیب پیدا می شود که آن رو تصنیف کردن مشکل است، آن رو شهر دادن خیلی مشکل است. حس وطن پرستی چی است؟ و اگر از این هم بیرونتر می رویم می شود پیدا می شود سیاره زمین. ما در کره زمین زندگی می کنیم و آن رو باید حفظ کنیم. ما برای آن مسئول هستیم و کشورها بین هم پیوند می شوند و کوشش می کنند که پیش راه جنگ ها رو بگیرند. هرچند این جنگ در وطن من نیست، که اونجا فرزند تاجیک زیر خطر نیست، ولی کشورها بین هم مراسم میکنند تا که خطر جنگ و دیگر خطرها اثر انسانیت دور رود، زیر آنها سیاره را حفظ میکنند و این حس کلکتیوی است. این چیزهایی هستند که هنگامی که ما درباره احساسات صحبت میکنیم همین گونه تصنیف ها جای دارند. درست است. البته بسیار موضوع عجیب است. اگر که به زبان عادی از من میپرسیدند که احساس چیست، میگفتم این نمک زندگی است و اگر بسیار باشد شور میشود، کم باشد بی نمک است و معیار معین آن حلاوت است و راحت است. و احساس البته درست قید کردید یکی از فعالیت های روانی انسان است که مرکز و مکان آن نیمکوره‌ای راستی معینه انسان است و در مغز مابینی در هیپوتالاموس خزینه آن داروهایی هست که در آن تاثیرات هایی که از احساس و فکر میرسد داروهای حاصل میشن که به ما یا حلاوت میدهند یا اذیت. البته احساس این حالتی است که انسان قرار میگیرد یا در یک حالت کوتاه یا در حالتی دور و درازتر و این حالت به او یا اذیت میدهد که ما آنها را احساسات های منفی میگوییم، بله. یا که حلاوت میدهد که ما آنها را احساسات های مثبت میگوییم. و البته ما میدونیم که احساسات در حیوان هم هست. این احساسات هایی که در حیوان هستند احساسات های زینه پست هستند و فقط در انسان احساسات به درجه رسیده است که ما آن را عالی ترینش عشق میگوییم، احساسات عشق. و البته متاسفانه باز عالی ترینش هم احساسات های منفی خودش دارد که ما آن را خشم میگوییم، کینه میگوییم، بدبینی میگوییم و آن موضوع هایی که ما پیش در آن گفته و گذاشته بودیم و این به انسان خاص است. پس از این برمی‌آید که احساساتی که انسان میکند وابسته از آن است که در کدام حالت قرار دارد و ما میدونیم که تربیت احساسی انسان از عائله سر میشه و اگر به برابر این که عائله باز یک دولت خرد است که هم سیاست های سمت اقتصادی و فرهنگی و مدنی و صنعت و علم و هنر و یکی از سمت های آن این البته سمت احساس است که در آن در عائله تربیت احساسی پیدا می شود و ما وقتی که صحبت میکنیم با آدم حتی آدمان کلان رو هم میفهمیم که عائله آنها چخیل بوده است وقتی که احساسات آنها ظاهر می شود و این نشان داده آن است که غذای احساسی که در زمان کودکی و نورسی از عائله گرفته است در تمام حیات او
نقش میماند، نقش میبندد و آن هر زمان ظهور میشود و موافق گفتی عالمان تا 34 سالگی احساسات انسان پخته میرسد و آن زمان احساسات یکی از مکانیزم های بهبود کننده زندگی او می شود یا اینکه برعکس ضرر رساننده زندگی او می شود اگر احساسات دور و دراز منفی باشد. از همین حساب ما می دانیم که یکی از سمت های صنعتی که در جمعیت ما هست آن روانه شده است با اون که احساسات مردم بیدار کنند و یکی از اون احساسات ها این احساسات خنده، احساسات تبسم، احساسات وقت خوشی هست که آن را ما میگوییم که خنده هم داروست که انسان را توبت میکند، یک شعار کردن و البته ما میدونیم که از 1 ساعت 2 ساعت زیاد خندیدن خنده بسیار کردن نمی شود چون که موشک ها مونده میشن و دارویی که معنی سر حاصل میکنه در این حالت آن تمام می شود و ما میدونیم که در تئاتر باز احساسات دیگر است، احساسات گویم دراما، احساسات گویم که فاجعه، احساسات همدردی، احساسات گویم که گذرانیدن تقدیر خود به تقدیر آن کسانی که در صحنه هستند و ما میدونیم که در کینا هم چنین احساسات ها هستند و عموما سمت کلانی زندگی انسان را احساس فرا گرفته است و ما میدونیم که مردم ما بسیار در ایجادیاتی به خود چنان چیزهایی دارند که یک فرهنگ احساس را ایجاد کردن. مثلا یکی از آنها بوسه ندادن مثلا فرزند خود در نزد یتیم، مثلا در پیش آدم عزادار وقت خوشی نکردن یا که پیش از آن که توی کنند اون عائله‌ای که عزادار است رفته از او عذر میپرسند یا اینکه اجازت میپرسند. من یک فرهنگ خوبی ایجاد تنظیم احساس رو کردن و محض ما میخواستیم که بعضی آن چیزهایش روشنی اندازیم که مردم توانند از احساسات درست استفاده برند و در جاهای در کاری آن را تنظیم کنند و استفاده برند آن را برای آنکه زندگیشان و خوشیشان خوبتر شود چون که البته احساسات مثبت موجب دراز عمری و خوشبختی انسان است. واقعا چنین است. احساسات یکی از بخش‌های خیلی مهمی پسیکولوژی انسان است. در اصلا ما میتونیم احساسات رو باز یک بار تصنیف کنیم. مثلا احساسات جسمی هستند، جسمانی. مثلا ما 5 عضو حس کننده داریم که با واسطه آن 5 عضو ما از عالم اطلاعات میگیریم. یعنی چشم است که میبینیم، این گوش است که میشنویم، بله زیبایی رو میبینیم و دلمون رو، بله، و گوش است که میشنویم، بینی است که بوی‌های رو فرق میکنیم بد و نیک رو، این زبون است که مزه رو و این دست است که لمس میکنیم. این احساسات هستند که ما اون رو توسط بدن، توسط جسم خودمون قبول میکنیم، ولی چیزهایی هستند که با جسم اطاعت نمیکنند. مثلا خود اگر همین محبت و نفرت رو بگیریم، مگر برای مادر چه فرق دارد؟ مادر بیمار، مادر پیر محبتش کم نمیشه. محبت همان گونه است که هست. نسبت فرزند بیمار، نسبت فرزند بدفعل، نسبت فرزند نابکار حتی محبت مادر کم نمیشه. و میتواند رنجت ولی محبتش به آخر نمیرسد. این احساسات خاص انسان هستند. و چون که من بیشتر گفتم مثلا محبت و نفرت احساسات عمیق هستند و اینها مناسبت انسان رو با حادثه، با واقعیت، با انسان دیگری معین میکنند. ولی احساسات موقتی اینها انگیزه هستند. مثلا حالت روی میدهد، مثلا اگر یک چیز در داخل استودیو اگر افتاد ما و شما یقت میپریم، احساس موقتی است، ترس است، میگیم که چی شد؟ خواطری. بله یک استراب است. و اگر که از روی تصنیفات پسیکولوژی ببینیم، من دیروز ورق زدم تقریبا 300 نمود احساسات رو تصنیف کردن. هر یک حسیات، مثلا حسیات اساسی که انسان از سر میگذراند محبت و نفرت، ترس، غضب و اندوه است. ولی همه اینها تابش‌های خیلی زیاد دارند.
که اونها نیز تصنیف شدن که درجه ها دارن. خیلی ما میگم 18 درجه دارن. بله این شاید اینجا همون 18 ها باشن، ولی وقتی من دیروز حساب کردم تو 300 حساب کردم که این و علم امروزه روانشناسی بونم پسیکوسوماتیکا یک روانی توضیح دارد که با واسطه احساسات معین میکند که انسان چه درد دارد، معین میکند که از کدام احساسات همین بیماری سر زد و کدام احساسات باید قوی شود، رشد کند که بیماری از بین رود. اون چیزی که شما گفتید که معینه گرمان های خودش را حاصل میکند، ماده مخصوص حاصل میکند. اگر فلان احساسات باشد، مثلا احساس اندوه باشد، دور و دراز باشد، کدام خصوصیت و ارگانیسم آدم به کدام حالت گرفتار می شود و وابسته به افکاری که این احساسات رو به وجود آورد کدام جسم بیمار می شود. و وابسته به این اصول طبابت هم هست. چگونه باید فکر کنیم که مثلا درد دست از بین رود یا درد پا از بین رود، کدام حسیات، کدام افکار. مثلا یک چیز دیگر هم از در روانشناسی که مثلا میگن فکر خودکار، فکری که نخست به سر ما آمد، مثلا روز ما اینجا تا آمدن شما انتظار شدم و فکری که میآید میتونم بگم که فراموش کرد و نه آمد و این فکر رنجش رو با وجود میآورد. چقدر فراموش کرد، چه حق داشت فراموش کند؟ کار است، مصلحت شده بود. لیکن در اصل چنین نشده است. بله گردسته است که این فکر خودکار همیشه این فکرهای غلط هستند. اکثر فکرهای خودکار فکرهای غلط هستند و احساسات غلط رو با وجود می آورند. مثلا یکی از مؤلفان که یکی از روانشناسان امروزه میگه که چوستوال گوت، احساسات دروغ میگویند، با احساسات داده نشوید. مثلا مادر در استراب است، فرزندش از درس، از مکتب، از کار دیر آمده ایستاده است و در دلش میگه چی شد؟ و اون استراب دروغ است. اون استراب از تجربه های کجایی از کجای جمع شده میاد و همون لحظه مادر حس نمیکند که دلش دروغ گفته ایستاده است. بعد میگن که این دل آدم به هر راه میبرد. بعد که درک شده شد فرزند از در آمد میبینید که هیچ گپ نبوده است، تلفنش شاید ضررش شش است، تمام شده است و همین سبب تلفن جواب نداده است، ولی اون احساسات دروغ میگویند و انسان باید همین احساسات دروغ گوینده، احساسات فریبا رو شناخته تواند. این همون احساسات موقتی هستند، احساساتی که انگیزه هستند به حالتی، ولی در این زمان یک اصولی که ما نسبت به احساسات یک مناسبت نادرست داریم، ما احساسات رو کوشش میکنیم که سرکوب کنیم. مثلا من نسبت نفری در دلم من نمیدونم نفرت یا رنجش پیدا شد، با جای اون رو کارکرد کردن، با جای قبول کردن اگر من این رنجش رو سرکوب کنم، اون رنجش به کجای نمی رود، اون در ضمیر من باقی میماند و اون به زهر تبدیل می‌یابد. همین بینندگان گرامی باید همینجا قید کرد که هر احساساتی که در انسان می شود و یک ایزی خودش میماند. بله. یک خیشت در عالمی که تربیه احساس انسان میگذارد و ما میدونیم که یکی از بیماری ها یا یکی از تشخیص های عالم که علم روانشناسی همین است که احساسات های اینفانتیلی نارسیده، احساسات هایی که پخته نیستند، احساسات هایی که کاملا به حالت موافق نیستند. بله واقعا چنین است و وقتی که اگر برگردیم به فرهنگ ملی ما واقعا مردم بسیار با ادب هستیم و بعضا این ادب باعث آن می شود که ما احساس ها رو سرکوب میکنیم. مثلا من از کسی رنجیدم ولی تربیه ما میگن که کینه نگیر. من رنجشم رو برطرف نکردم ولی با آدم روبرو شدم من سلام علیکم میکنم، پرسپاس میکنم، من دروغ میگم. همینجا نازکی است که بدانید تماشاگران گرامی وقتی که شما با کسانی که رنجش دارید یا که مناسبتاتون یگان وقت ازتون شده بود، وقتی که شما روبرو میشید هرچند دیگر رو عقلاً بخشیده باشید هم، ولی اون کس شما رو با چهرهش پیشواز نمیگیرد، یعنی احساس همه وقت در چهره هویدا می شود. برای همین سیمای انسان، چهره انسان نشان داده حالتی احساسی او است که در کدام حالت در مناسبت قرار دارد. بله ما می توانیم بعضا در چهره خود نقاب پوشیم، نقاب خوشمعاملگی، نقاب ادب و غیره و کذا، ولی چشم آینه دل است. چشم همیشه نشان میدهد و وقتی که من احساس رنجیدنم رو قبول نمیکنم، میگم نه خیلی گم نه من از گناهش گذشتم، ولی در اصل در داخل اون رنجش باقی مونده است، این حتما بر ضرر است، در ضمیر میایستد. بله در ضمیر میایستد و اون تدریجا واقعا زهر است و اون آهسته آهسته از درون انسان رو بیمار میکند. و چی باید کرد؟
نمیشه که هر روز مثلا با مردم با دست بگیریم شویم گوییم که تو مرا رنجاندی. هر روز جای به قول معین کردن مناسبت ها نیست، امکانات ها نیست. بعضا از یک آدم تصادفی میرنجیم ما، از آدمی که در این روزگار هیچ نقشی نداشت ولی یک گپ درشت گفت در دل ما موند و گفت و رفت. اینجا مهم چیزی دیگر است، مهم انتخاب ما است که ما باید انتخاب کنیم. انتخاب از ماست که میرنجیم یا نمیرنجیم. اگر که ما با رنجش ها کار کردن رو یاد گیریم، واقعا یکی از احساسات خیلی معمول از همه زیاد در دل مردم باقی میماند و زورهای زیاد به وجود می آورد، به نفرت ها، به دلمانی ها، به دپرسیا های روح افتادگی برده میرساند. آن همین رنجش است و رنجش این انگیزه ما بر رفتار کسی است. او کاری را کرد که برای من غیر انتظار بود. من از امیدی دیگر داشتم ولی امیدهای ما اگر ما معین کنیم که امیدهای ما تا چند دوره پایه داشتن، اگر بی پایه بودن اون رو اعتراف کنیم، ما از اون آدم نمیرنجیم. شخص اون آدم هرگز ما رو نیتی رنجاندن نداشت. در فرهنگ دینی ما هست که میگوید که خداوند میگوید که از من بینید و بله. بسیار این کلمه هست که انسان وقتی که اینو با خود قبول میکند بخشیشش هم از عقل و هم از باطن میشود. درست قید کردیم که من مردم به فرهنگ است و فرهنگ از جسم و احساس و عقل بالاتر است و البته زینه دیگری که مردم ما قدم میزنند خدا داده است. این یک وطنی است که باید آباد باشد و تنج باشد. این زینه نوبتی است که مردم باید فرهنگ اکنون دولت داری و فرهنگ شهرداری و فرهنگ مناسبت معین کنند و مهمشون است که فرهنگ قانون را رعایت کنند و در اون وقت میتواند که اجتماعیت ما با قوت شود. و باز برمیگردیم البته به احساس که ماننده که معلمان درس میتیند، کسب میاموزانند، در تربیه احساسی ما در جمعیت ما کسانی هستند که به این دست دارند و اکثری اینها رسامان هستند، بگیم که بسته‌کاران هستند، رژیسورها، کارگردانها هستند، سرودخوانها هستند، سراینده ها هستند و البته هجونگارا هستند. ما میخواستم که این رو انیق درست حاضر یک چارچوبه معین کنیم که بدانیم که در برابر تربیه عقلی که معلم ها میکنن و دولتداری که مثلا زمامدارای دولت میکنن و تربیه جسمی که استادان ورزش میکنن و تربیه دینی که نمایندگان معنویات میدهند، باز انا همین کسانی که ما نامبر کردیم احساسات ملت را تربیه میکنند. و البته ما در اینجا باید نازکیش بگوییم که اگر اینها در اینجا و خطای ها راه بدهند، آن وقت ملت میتواند که احساسات نادرست و کاملا ناموافق با حالت حاضره داشته باشد. و اگر بگیریم ما میبینیم که بسیار وقت اگر به تئاترها وارد شویم خیلی خوب است، تربیه خوب دارد و یکی از سرچشمه های تمدن غرب هم همین تئاترهای آنها بود، ولی ما میبینیم که تئاتر هنوز شکل کلاسیکی کنسرواتیوی خود را دارد که آن نمیتواند جوابگوی احساسات آدم حاضر زمان باشد. و اگر ما با کینوی خود ملی خود بینیم بسیار ایجادیات های خوب است. حالا در تلویزیون سینما فیلم های نشان داده است، بسیار مردم میگویند که این فیلم ها رو چقدر بودند زیبا بودند ما ندیدیم در زمان شوروی، شاید اجازت نمیدادند، یعنی بود است. ولی سالهای آخر میبینیم که فاجعه بیشتر در کینوها است که احساساتی گویم که دلسوزی و گریه و احساسات دیگری چه بیدار کنند تا اینکه تماشابین پیدا کنند. و آخران مثلا یکی از فیلم های بسیار خوب که جوانان تماشا کردن مثلا درباره عروس زمانه‌ای بود. اکنون تصور کنید که عروس زمانه‌ای درباره دانشجو بود، لیکن یگان بار دیدید که دانشجوی آنجا کتابی میخوان، همه وقت در کارهای دیگر بند بودن و ندانسته بینید که سبب بیان میشد که دانشجو وقتی این فیلم رو تماشا میکند احساسات انا همونها رو میگیرد
این انتقال میشد و این به دانشجوی ما تاثیر میرساند، به طلبه های ما تاثیر میرساند. یا که موسیقی های آخرانی که مثلا فقط موسیقی های سالهای آخر ایجاد شده است که شاید این انکشافش باشد و این تنقید نیست، این طرفی بدی نیست، این یکی از زینه‌های بگذار بدون رشد موسیقی ماست که بیشتر در موج گوییم که جنسیت، در موج مناسبت گوییم که دو کس زن و مرد این موسیقی ها میرن و ویبراسیون جنبش جنسی میدهند. این موسیقی جنبش جنسی میدهد، بیشتر بیدار میکند مثلا غریزه های جنسی را. مثلا ما میدونیم که در هر دور و زمان موسیقی هایی بودند که آنها انکشاف اجتماعی رو معین میکردن، بیشتر مرش ها بودند. مرش هایی بودند که اینها حاضر نمیشن لیکن زمان خودشون رو بسیار چی میکردن، یعنی که جنبش احساسی جمعیت میدانند و حالا هم ایجاد کردن موسیقی هایی که احساسات مثبت و تندرستی را، مثلا البته هست ما میبینیم که من آریاییم چقدر تاثیر میرساند، یا که قسم سرودی چقدر که به هر حال هست، ولی باز موسیقی های هستند که میتوانند که عقل انسان را بیدار کنند، فرهنگ او رو و معنویاتش را بیدار کنند. و در حالت در مسئله دیگری بیاییم، مسئله حجو نگارامون. بسیار ما بینید به حجو به نمک زندگی نمی شود، ولی وقتی که ما میبینیم در حقیقت میتوانند که احساسات خنده رو بیارن، مردم از حالتهای ناراحتی های احساسی بیرون کنند. ولی وقتی که ما میبینیم که بعضی از آن ایجادیات های حجومنگاران ما سبب رخنه فرهنگ ما میشود، مثلا یکی از آن ما میدونیم که آخران چیزی که ما در لحظه های گوارا دیدیم، این آویز وشیلکه شدن که یک کسی که رفته در خانه دیگر کس لباس ها ویزک می شود، یا اینکه اکثری مردم ما میدونیم که در مهاجرت هستند یا که گوییم که کارها میرن، کماندیروفکا میرن و خاندان آنها تنهاست و داشتن آنها جوره، داشتن آنها که با این واسطه مسخره میتواند که در فرهنگ ملی وارد شود و این آهسته آهسته چنین میشود که برای مثلا ارزش زناشویی، ارزش عائله، ارزش مقدسات نکاح، مناسبت ها رخنه میشوند. واقعا درست است. قبل از هر است که خنده یکی از مکانیزم های هست که فیلتر معاینه رو از بین میبرد و البته خدمت خودش رو میکند و همزمان فیلتر معاینه رو از بین میبرد. هنگامی که ما چیز خنده آور رو تماشا میکنیم، ما همون مکانیزم تنقید، مکانیزم انتخاب رو یک طرف میگذاریم، معاینه اون یک طرف میگذارد و در با این راه واقعا همگونه چیزی کم ارزش رو هم به مفکوره جامعه وارد کردن آسان‌تر می شود و از اینجا اصلا حجومنگاران رسالت و وظیفه خیلی عالی دارند و باید این رسالت های خودشون رو بشناسن. کار آسان نیست حجومنگار بودن. البته این نازکی است که در اینجا باید قید کنیم که حجومنگار کسانی بودند که اینها شاه‌ها را آرام می‌کردند و اینها حکمت می‌دانستند و از حجو او مقصود این تعلیم است. و باید در البته دایره چارچوبه مثلا چارچوبه فرهنگ ملی باید برآمد ایجادیات آنها دیده شود. باری دیگر میگم که البته بسیار اکتورهای خوب هستند، من البته بسیارشون میشناسم، سلام علیک هستم، ولی این به عزت نفس آنها نرسد، ولی بعضی ایجادیات ها سبب رخنه شدن فرهنگ ملی و وارد شدن الیمنت هایی که رخنه کننده این فرهنگ مقدسی تاجیکی ما شدنش ممکن است. گمان میکنم اینجا باید اداره های متصدی، وزارت فرهنگ، کمیته تلویزیون، آنهایی که این چیزها از نظارت آنها میگذرد و به میدان میدرد، باید یک کمیسه جدی باید داشته باشد که همه چیز مال مردم نشود. من نمیخوام که درباره سانسور گویم، ولی باید ما سطح رو قدم به قدم بالا ببریم. مثلا وقتی ما برنامه‌های آینه کج کریو زرکل پیترسن رو تماشا میکنید، بعد هر یک برنامه حجوی که اونجا چیزهای خنده‌دار خیلی زیاد است، در آخر مردم گریه میکنند.
خلاصه‌اش همیشه چنان است که یک لحظه خرخت میشوید، یک لحظه دنیاتون رو دیگر میکنید، یک لحظه سری همه چیزی که گفته شده بود به حکمت اون در عمیق میروید. دیروز مثلا یک برنامه خیلی چندین سالشون بود به مناسبت 8 مرداد، گویا خیلی چیزای خنده آور بود که مردم به قدر زنان نرسیدن، خوب تفریح کردن نتوانستن، خوب فرهنگ اون بود که همه نوشیدند و مسئله واقع شدن و غیره و کذا، ولی در آخر همه این مردم در میدان ایستادند و گفتند ما برای شما زنده ایم ای بانوان. و این چنان صمیمانه گفته شده بود، گفتن هر چیزی گفتیم برای خنده شما گفتیم، زیرا ما به خاطر شما راضی هستیم که خود را به کدام حالی که باشد گرفتار کنیم تا شما خوشحال باشید. این حقیقت بله. اندکی میگم که انعکاسش کج میکنن که خنده آور تابد. بله. یکی در درون او حقیقت هست. بله ولی اون حکمت های عجیب اون رو یک بار باز کردن. واقعا این چیزهای خیلی مهم است وقتی که ما درباره احساس میگیم و خصوصا احساس کلکتیوی ما میگیم، احساس ملی ما میگیم، احساس وطن خواهی میگیم، این رسالت صنعت خیلی خیلی بلند است و من گمان میکنم که خب ما در صحبت‌های پیشتر گفته بودیم که یک دوره ما دوره صنعت داشتیم و حالا باید صنعت خیلی رشد کند. ما در زمانی هستیم که صنعت علم شود و فرهنگ. بله بله و همه چیز رو هر چیزی که میگیم باید اندیشیده در ترازوهای حکمت، عقل، فراست، مفهوم ملی و غیره و کذا برکشیده به مردم پیش کردن لازم است و گمان میکنم اجنگاران ما از عهده این کار به خوبی میبرند. البته هستن وقتی که ما صحبت میکنیم من میبینم که در حقیقت یک تفکر و اندیشه‌ای که خصوصی خودشان دارند. برای همین در آدمایی که اهل علم هستند دائم با حجم نگارا احتیاط میکنند، میگن که آنها سمت طرف‌های زندگی رو چنان میبینند که در آن میتوانند که سبب مثلا مسخره و سبب دیگر چیزها شد، ولی به این هم نگاه نکرده. البته فرهنگ ملی ما این مقدسات است و احساسات یکی از آن چیزهایی است که مردم از آن میگیرند و مردم با واسطه احساسات تربیت میشوند و رفتار و گفتار و اندیشرانی آنها میشد. و البته وقتی که مسئله هایی که هجو باشد یا کینا باشد یا که تئاتر باشد یا اینکه ایجادیات های دیگری موسیقی و بسته‌کاری و هاکذا باشد، دائم با نظر داشتی البته مقدساتی فرهنگ ملی ما باشد. بله. یعنی آن رو از این فیلتر کنن گذرانن و بعد آن بینن که سبب رشدش هست، یعنی که سبب اون میشد که مردم از آن چیز میگیرن و آن وقت ایجاد کردن حجم‌های نهایت عالی، ایجاد کردن موسیقی هایی که در حقیقت انگیزه های احساسی رو بلند میکنند و با یک گوش کردن موسیقی انسان میتواند که حسی و تندرستی او زیاد شود یا ببخشد، یا که رفته در تئاتر یک بار نشسته گوش کردن و فهمیدن و حیات خود در آنجا انعکاسش دیدن که معاصر باشد و اون وقت البته این یک چیزی میشد که فکر میکنم که این گفته های ما بهر آن هستند که تماشابینان گرامی، مردم شریف و عزیزی تاجیکستان بدانند بهر آن است که صنعت ما، فرهنگ ما که از احساسات بسیار وابستگی دارد رشد کند و دریچه های احساسی باید دانسته شوند، شناخته شوند و آنها البته در همکاری با متخصصان ساحه روانشناسی باید معین شوند. بله، و البته بله، این چیز در وزارت فرهنگ دیده شود. بله واقعا چنین است، باید همکاری ها باشند. شاید نه همیشه هنرمندان خودشون تاثیر اون چیزی که برای نظر خودشون خنده آور می نماید شاید نه همیشه تا آخر درک کردند و چنین صحنه ها شاید از این سبب روی داده است پیش آمدند. و یک چیز دیگری که من میخواستم در عرفه اید تاکید کنم، باز هم برمیگردیم به احساس کلکتیوی. یکی از سبب های مثلا یکی از واسطه های با وجود آوردن احساس کلکتیوی همین بزم ها و جشن های ملی و سنتی هستند. ما که در عرفه عید رمضان هستیم و میدونیم که عید گردک 3 روز دوام میکند. من میخواستم که همین چیز هم بعضی چیزها گفته باشه. عیدها چی لازمند به اندیشه شما؟ چرا مردم عید میکنن؟ البته این روزهای مخصوصی هستند که انسان ها از وظیفه های اجتماعی خود خلاصند و در این روزها گویا که همون شدتناکی معنی سر که در رژیم و در نظم کاری
که هست همان یک ملایم و نرم می شود و اکثر وقت ایدها رو برای آن استفاده می بردن که آن مردم مقدسات های ملی و فرهنگی خود را بدانند و آنها را پاس دارند و آنها را از نسل به نسل گذرانند به خاطر تاکید و استوار کردن تاکید و استوار کردن و البته در برابر این باز یک طرف های باز جسمی و احساسی و روانی داشت که جسم نرم میکرد، آزاد میکرد، احساسات ها رو مثبت میکرد. مثلا تاکید فرهنگ ملی ایدانه ما رو بینید که یکیش از اون است که یکدیگر رو ببخشید. یا حتما تاکید میکنن که شما باید به دل صاف اید کنید، چون که همون گرمان های لازمیه که در این وقت اندورفین، دوپامین، کاتخولامین و هاکذا گرمان های هستند که آنها خیلی زیاد هستند حاصل میشوند و آنها سبب راحتی باطنی انسان شوند. و البته خیلی که شما قید کردید، ما در پیش یکی از ایدهای خیلی خوبی فرهنگی ملی خود که از فرهنگ دینی ما گرفته شده است، این ایدی با آخر رسی ماه شریف رمضان است که در این مردم البته در یک ماهی که استادگری کردن، نفس خود را تربیه کردن، موجب سلامتی شد، تازه شدن خون و اشغال و بگم که اون چیزهایی در بدن جمع شده بود و توانستند که در این وقت احساسات خود را قپند، چون که به خاطر انا همین ماه بزرگ بود، توانستند که از غذاخوری دست کشند، از نوشیدن، از گپ‌های بد، از کارهای بد و این آمده است که اکنون این روز را باید قید کنند و تربیه نفس را، مالک نفس خود شدن را اید کنند. و این روز البته باز نازکی خود را دارد که اگر ما آنها را نگوییم، ما دیده ایستادیم که در همین ساحه هم از همین چیز از چارچوبه تنظیم خود بیرون شده ایستاده است. از اون من چیزش میخواستم قید کنم در این، یعنی که یک باره در این روز آزاد کردن نفسی که یک ماه در زیر نظارت شدید قرار داشت و اکنون تصور کنید در آنجا عادت شده بود که شربت نبرارد در پیشین، عادت شده بود که به کم خوردن یا که عادت شده بود به بیگاهی و افسری خوردن، اکنون یک بار آزاد میکنن و این سببی وزمینی آوردن در دو عضوی هاضمه انسان، یکی غدود زیر معده و یکی تلخه می شود. و البته نگفته نماند که باز بعضی حالت در خود معده هم از حساب گوناگون استعمال کردن آمیخته شدن غذاهایی که یکدیگر ضد هستند، از روی گویم که غذاهای ترش است و غذاهای گویم که غیر ترش و این سبب آن می شود که ناراحتی ها، پوسیده شوی و ایرانشوی ماده ها و وزمینی به این شود و چندین وقت این آدمان باز به توابط خود مشغول شوند. این یک طرف است که در آن وقت بسیار احتیاط کرده، اندک خورده، باز نیتی خوب کرده، یک دیگر رو تبریک نموده که بدن زیر شعور هم از این چیز درک یابد. و طرف دیگر این آن است که البته فکر میکنم که وقتی آن آمده است که باز دسترخوان کلانی که می اندازند آن رو تنظیم کردن است. بسیار وقت میخواهند که دسترخوانی زیبایی کنند و این از مفهوم اید برآمده به مفهوم یک رقابتی مسابقه شده است که کی خوبتر چی میکند و حتی بها هم میدهند. طرف دیگر این البته خوب است که کودک خردسال میآید و نو زبان کفانده است و یکم بار آشنا می شود با جمعیت، سر می کند از رفتن بگیم که مستقلانه به همسایه و به زبان شیرین عید مبارک گفته به او تحفه ها می دادن، به اون مثلا لباس می خریدن، به اون بسیار چیزهایی می کردن که یکم بار می دانست که یعنی سخن خوب، سخن نغز، مناسبت خوب البته مکافات داده می شود. این بچه مبدل شده است. تصور کنید که من حتی امشب در خانه خود خواستم همین چیز تنظیم کنم، توانستید؟ نتوانستم. لیکن من فکر میکنم که در آینده این در نقشه هست و بگذار پدر مادرم دانند، کسانی که فرزندان خود رو روانه میسازند با اون که اید گردک کنند، میدانند که چند چیزهای
البته خوب هست که آشنا میشوند، میشناسند، ولی منفیش در اینجا زیادتر است. منفیش در آن است که یکم شیرینی های زیاد را استعمال میکنند، سبب بلند شدن قند کودک میشه. و من دلیل ندارم ولی شنیدم از بعضی متخصصان که بعضی کودکان به بیماری قند هم گرفتار شده ایستادند و آنها در این وقت بسیارشان یعنی که زهرآلود میشن از هر گونه قندهای گوییم که سوراگتی، قندهایی که شیرینیشان اصلی نیست، ساخته هستند و برای جمع کردن و خویدن زیادی اون ژوچکه هایی که کودکان جمع میکنند و بعضا آنها گردش های زیادی دور و دراز، سال تا سال مساحت گردشی کودکان وسیع شده ایستاده است و به یک پچکه ژوچکه اکنون نشده است 2 3 4 5 تا میگیرند. 300 تا 500 دانه بعضا اکنون تصور کنید که این سبب بیان شده است که گم شدن بعضی حالات کودکان می شود، خواطری پدر و مادر می شود و البته این باز یک تنظیم خود را می خواهد که ما هم سلامتی کودکان را نگاه کنیم و هم آن عادت خوبی گردش کودکانی که آنها با این چیز سزاوارند آن را معین کنیم. بله. یک چیز دیگر است که از بس که ما با کودکان بسیار چیزها را نمیفهمانیم که این به خاطر مبارک بودی است، آنها همین رو به خاطر درآمد قبول میکنن. در بین خود کودکان هم یک رقابت هست که چقدر مثلا حقی جمع کرد، که چقدر قند گرفت و بعضا میشود که از مقدارش حتی میگویند 500 600 تا حساب کتاب میکنند و در یک روی نتنی، یک خیرگی در بعضی کودکان هم این چیز رو به وجود می آورد. بارها می شود که مثلا برای یک خانه چند بار می آیند، یک کودک چند بار می آید برای که مسابقه کرده است خودش به خودش که من قدر جمع می کنم و بعضا می شود که خود کلمه تبریک فراموش می کنن. یک نفرشون مثلا یک گروه می بین، یک نفرش تبریک می کنن، دیگرش دستشون تایید آماده گرفتن. بله. و نه در چهرهشون نه در صداشون تبریک نیست، دعوا است. من آمدم حق من برو. روز عید است. بله. بله، یعنی این چیزها هستن که میتوانن اون چیزی که ما میخواستیم به کودکان بدهیم به واسطه عیدگردک، یعنی رو به نزدیکان رو تبریک کن، عید است، آنها خرسند میشوند و برای چیز بله و چیزی که از امکان داشته باشن. سالهای پیش مثلا در باره کلچه یک حلوا مولده میدادن، میگفتن ایدی نو مبارک کلچه حلوا قطورک، خیلی شیرک کودکانه هم بود. ولی حال دیگر کلچه حلوا هم نیست، فقط همون چیزهای رنگه و مگزینی است که از فایدهشون ضررشون زیادتر است. این یک چیز مسئله است. طرف دیگر اون که همه این چیزها رو وقتی که ما کودک اینها رو میآورد، ما نظارت کردن نمیتونیم که همه مثلا نخورد. در وقتی کودک در خانه اتون است، سر دسترخوان میشینه، شما میبینید چقدر چیز خورد. ولی تصور کنید که شما یک ماه رمضان خودتون احتیاط کردید، کودکتون شاید نظارت کردید و یک روز عید باعث میشود که همه این چیزها رو در شکل آمیخته، چیزهای ضررناک رو به نظارت به یگان تنظیم کودک استعمال میکنه. در اون طرفش چی میشود ما نمیدونیم. یعنی دو ضرر میتواند داشته باشد، هم جسمانی هم از دیدگاه اجتماعی که و کودک خیره تب میشود. بعضی چیزهایی که از دایره آداب ما بیرون است با اونها عادت میکند، خو میکند، طمع پیدا میکند، بله تمکر میشود و گدایی رو یاد میگیرد. بله این چیزها هستند که ما باید اگر که میخوایم که کودکان ما عیدگردک روند و میخوایم به کودکان چیزی بدهیم، هم آنهایی که تحفه میدهند باید احتیاط کنند. مثلا در فیسبوک سال گذشته هم بود، مثلا حال الک همین صحبت رفته استودن که برای کودکان کتاب بدهید، کتابچه های رنگه بدهید، کتابچه های خواندنی و بس سن سالشون. ولی هر کسی این امکانیت ندارد. یک کتاب کمش 3 سومون یا 5 سومون نرخ دارد. یک کس نمیتواند مثلا 500 کتاب بخرد و برای کودکان سن سال گوناگون هم شما کتاب دادن نمیتوانید. ولی به هر حال من گمان میکنم پیشنهاد خوب است که به کودکان خلاص با اونهایی که مثلا خردسال هستند تو کتاب‌های صورتدار و ورق زدن دوست می‌دارن، یک نمودی یک کمکی شود. یعنی همون طرز گردش آنها، ارزش گردش آنها اندک دیگر کرده شود. ما یک بار شاید من کردن نتوانیم که البته این خاطررسان کردن است که باز بعضی طرف‌های دیگر دارد که در این روز کسانی که مثلا مصیبت داشتن میروند آنجا، آنها را تعزیه بیان میکنند، در حق ارواحها دعا میکنند
و کسانی هستند خورسندی دارند آنها رو رفته تبریک میکنند و کسانی دیگری هستند که نیاز به دیدار در همین روز خویشان و دوستان و نزدیکان خود رو رفته میبینند و این سبب دیدار بینی میشود که مهر در دیده است. خیلی عنعنه خوب است. بسیار چیزهایی است. و کسانی که به دیگر قهری هستند میتوانند یکدیگر رو در این حالت مجبور میشن که از برای خدا و ارواح گفته رفته مثلا در آنجا فاتحه میخوانند یا دیگر رو سبب بخشش میشود، کینه ها از میرند. ولی باز مسئله دیگر که گشتنی سالهای اخیر باز گشتنی نورسان سر شده است که وقتی که کلان سالان کم میگردند، اول این خیلی بود سالهای اولی که کلان سالان تمام همون خانه ها رو میگشتند و این از بین بیرفت و نورسان این چیز را سر کردند. یعنی که هم سیمفون میروند یک دیگر هم مثلا در این مثلا. البته این درست است، البته این خوب است، ولی به هر حال این باید به عنعنه به چیزی ملی چی نشود که یعنی که وارد نشود که البته اینم بدانند که باز خانه کی بروند، باز بدانند که کی این امکانات رو دارد که مثلا دسترخوان کند که بعدی بسیار وقت بعدی نورسان در دسترخوان چیزی نمیماند و آنها چند چیز یاد میگیرند. یکی ویران کردن تنظیم خوراکخوری را. این روزی هست که انسان ها ویران میکنند و چندین وقت لازم است که سیریشت برقرار شود و همان تنظیم 3 وقته استعمال خوراک خود را جابجا کنند. و باز دیگر طرف های دیگری هستند که البته بهادهی دسترخوان و چیزهای دیگری هست که فکر میکنم که اینها چیزهایی چی هستند، البته زیادتی هستند و اینها رو فکر میکنم که باز اگر که خود خلق، اگر خود مسئولان همون محله ها، کسانی که رئیس محله هستند، کسانی که نسبت به معنویات همون محله مسئول هستند، کسانی که گپی آنها میگذرد باید بگیرند و بفهمانند تا آنکه باز زمانی نآید که این رو باز از بالا قانون نکنند، مجبور نشیم که باز قانون دیگر که باز یک قانون دیگری کنند که باز همین چیز. یعنی که وقتی که خلق بسیار کارهای خود تصمیمش در دست نمیگیرد، مجبور است دولت آن را به عهده خود گیرد. در مثلا نورسان یک چیز دیگر هم وقتی به چشم من میرسد، نمیدونم در جای شما هست یا نیست، کودکای خردسال از 7 سال بالاتر میبینید من فاتحه خونم میگم. من بعضا کودک ناشناس است، کودک از اماراتمون نیست، از گذرمون نیست، معمولا روزگاه به اجازت نمیدیم، میگم که فاتحه خوان آدمای کلان هستند. اگر که یاد گرفته باشی در جای میتونید تجربه کنی. ولی مثلا خانه کسی اومدن بعد وقتی فاتحه میخونن 2-3 نفرش میاد، یک نفرش فاتحه میخونن و امیدوار هستند که با آنها چیزی زیادتر بدهید. این همون طمعی است که در ذهن کودک کلک جای گرفته است. مثلا هم گردک میآید استفاده آید برای بله آید فروشی، این چیزی که در هیچ کجا اجازت نیست. و من گمان میکنم که همه این چیزهای گویا که خرد جزئی هستند، ولی اگر که حال باید سرچشمه را وقتی که نو سر شده است گرفتن لازم است که توسهل نشود. من گمان میکنم این اندیشه های عرفه ایدونه ما که واقعا با موضوع احساس که مثلا اید به خاطر قدرشناسی ها، احساس قدرشناسی، احساس شادمانی، احساس شکرگزاری است و باید همین ارزش ها، همین احساس ها برای همین باید خدمت کنند و چیزهای دیگری که میتوانند به ما خلل رسانند باید یک آنها را احتیاط کنیم و که گفتید شما شکل عمومی نگیرند، عنعنه نشوند، زیرا همه چیزی که در یک قالب درآمد بیرون کردنش خیلی مشکل است. فکر میکنم هر چی که ما گفتیم از بحری آن گفتیم که سخنان ما اساسهای علمی دارند، اساسهای که فرهنگی دارند تا اینکه همه این سبب رشد احساسات مثبت شود، چون که احساسات را دراز میکنند. باز فراموش نسازیم که ملت ها که عمری خود را دارند، عمری میانه خود را دارند که میگن که مثلا در یابانیا 100 ساله ها 1 میلیون از حساب آن که احساسات مثبتشان زیاد،
طبی آنها سری وقت توبت میکند و مردم طرز حیاتی سالم دارند و همین احساسات هم یکی از گوشه همین طرز حیاتی سالم است و گرمان و داروهای حاصل میکند که سبب قوی شدن ایمونیتیت مسئولیتی سرشت انسان میشود. سبب آن میشود که انسان میتواند بسیار مشکلات هایی که در زندگی روبرو میشود آنها رو پشت سر کند و یکی از ملت های با احساسات مثبت با صنعتی خیلی پیشرفته والا و آن مقام معنویاتی که ملت ما در دو زینه تاریخی انکشاف خود رسیده بود، مقام معنویات این زمان آریایی سامانی و اکنون زمان سوم است، زمان رحمانیان، باز به همان مقام معنویات خود برسد و بار دیگر مردم شریف تاجیکستان با فرارسی این عید بزرگ تبریک میگویم و میگذار هرچی که ما گفتیم برای رشد، برای انکشاف و بهبودی زندگی شما باشد خلق عزیز. واقعا هرچند ما در نظر داشتیم که فقط احساسات رو معین میکنیم و بینندگان ما شاید همین امید داشتن، ولی در هر صورت از بس که ما میخواهیم یا نمیخواهیم همه چیز فردها به جامعه و جامعه به وطن به خلق و به سیاره و بالاتر به کائنات پیوست می شود. خب ما هنگامی که درباره احساس سخن میرانیم از جزئیات قدم به قدم به کلیات میگذریم و از بس که عرفه عید بود ما این کلیات رو در مثال روزهای عید پیشنهاد کردیم و شاید در صحبت‌های آینده به موضوعهای دیگر به نقطه‌اش به جنبه‌های دیگر احساسات، سی وطن پرستی، سی ملت خواهی، اینا چی هستند؟ از چه چیزها سرچشمه میگیرند؟ از چه چیزها ترکیب یافتند؟ به چی تکیه میکنند و چگونه رشد می‌یابند؟ صحبت خواهیم کرد. حالا در همین جا صحبت ما به انجام میرسد. آباد باشید تا صحبت دیگر.